ساعت بخاری تو خاموش کن، دعا کن سردت نشه تا فاصله علم و مذهب رو بدن. یکی از قوی ترین ابزارهای شیطان برای ایجاد دینگریزی در تمام اقشار جامعه، مخصوصا جوانها و نوجوانها، اینه که میاد دین رو در مقابل علم قرار میده و میگه اینا دو تا چیز متفاوتن و اینو سالهاست به تمام جوامع بشری تلقین کرده که شما هر چقدر به دین نزدیکتر بشید دارید از علم و منطق دورتر میشید و هر چقدر به علم و منطق نزدیک بشید دیگه نیازی به دین پیدا نمیکنید. اما حقیقت اینه که تمام مبانی و احکام دین و مذهب بر اساس علم و منطقه. یه نمونهش حرام شدن شراب 1400 سال پیشه. خبر تکان دهنده بود. نوشیدن الکل دلیل قطعی 7 نوع سرطان است. بخش دوم خبر تکان دهنده تر بود. فرقی ندارد الکل از چه نوعی باشد، شراب، آبجو، ویسکی، ودکا یا هر نوشیدنی الکلی دیگر، و فرقی ندارد چه مقدار الکل در آن باشد، 4 یا 40%. دلیل اصلی 7 نوع سرطان است. و عجیبه که هنوز خیلی‌ها نمیدونن که پایه‌ها و ستون‌های اصلی علم و تکنولوژی امروز دنیا توسط دانشمندان مسلمان پایه‌گذاری شده. چند تا مثال بزنم. کامپیوتر و برنامه‌نویسی کلاً وجود نداشت اگر الگوریتم خوارزمی نبود. نابغه مسلمان دوران عباسی. فرمول‌های مثلثاتی نتیجه تلاش‌های محمد بن جابر بن سنان و ابو عبدالله بطانیه. معادلات درجه سوم رو هم خیام حل کرد. مثلث خیام پاسکال یادتونه؟ قانون کوتانژانت ها در قرن 9 میلادی توسط ابن هیثم مطرح شد. اولین کسی که کهکشان آندرومدا رو در فاصله 2.5 میلیون سال نوری از زمین کشف کرد، عبدالرحمن صوفی رازی بود. سالها قبل از ساخت ساعت در اروپا، دانشمندان مسلمان 25 مدل ساعت ساخته بودند. مثلا ابن شاطر توی قرن 14 میلادی یه دستگاهی ساخته بود که هم ساعت بود هم قبله نما. مخترع ذره‌بین و انواع عدسی ها و مبتکر علم نورشناسی دانشمند مسلمان ابن هیثم بود. پدر علم رباتیک جهان هم مسلمان باشه اوکیه. بدیع‌الزمان جزری. پدر جراحی نوین چطور؟ ابوالقاسم زهراوی. اولین کاشف گردش خون در بدن چطور؟ ابن نفیس، پزشک مسلمان. تیر آخر رو بزنم. اولین دانشگاه رسمی جهان توسط یک بانوی مسلمان به اسم فاطمه فهری تأسیس شد. دیدی؟ هیچ مکتبی به اندازه دین اسلام پرچم علم و بالا نبرده. در ضمن ما افتخار میکنیم به اینکه 1400 سال پیش، زمانی که قاره امریکایی که الان ادعای علم و تکنولوژی میکنه وجود نداشت و اروپایی‌ها مثل انسان‌های اولیه زندگی میکردن، پیامبر ما همچین جمله‌ای رو فرمودن: طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است. به قول مولانا، قافله سالار ما فخر جهان مصطفی است. بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافله سالار ما فخر جهان مصطفی است.